علیکم داملای شیرین سخن. آتای من، پدری من در دوشنبه کار میکند. در یک ماه یک بار می آید، باز می رود. من فرزند کلانی خانه هستم. ما یک همسایه داریم، می آید می رود. همسایه نزدیک است، اما همسایه فساد است. اما مرا دیلم نمی کشد خطی مادری من گپ زند. من چند بار همراه او جنجال کردم، اما او بی‌آر است. با خانه ما می آید. هر روز او را من می بینم، در غضب می آیم. اما همسایه دیگرمان می آید، من خرسند می شوم. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پروستات، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میدهد. شکایت این دادر این بود است که پدرش در دوشنبه کار میکند، در یک ماه یک بار خانه می آمده است و با کدام مرد فاسد یا فساد یا بدبخت است خانه همینها می آمده است در حالت نبودن پدر این. و این جوان میگوید من غضبناک میشوم، چندین بار جنجال ها کردم، تا حال این جنجال من هیچ تأثیر و فایده ندارد. این مرد رفته می آید. یعنی حکم اسلام در این چی هست؟ اولا در این کار باید مادر شما اصلاح شود. وقتی تو نمیخواهی باید مادر تو هم نخواهد آمدن اون مرد در نبودن پدر شما. این لکم علی نسائکم حق ولنسائکم علیکم حقا. پیغمبر خدا گفتند ای مردها شما بالای زنها حق دارین و زنها بالای شما حق دارند. فحقكم علیهن، حق مردها بالای زنها چیست؟ پیغمبر میگوید ان لا یوتئن فروشکم من تکرهون ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرهون. پیغمبر گفتن وقتی شوهر نباشد باید که این مرد خانه زنی به شوهر داخل نشود. حق زن میگوید این است، یعنی حق مردها بالای زن این است که در نبودن شوهر هیچ مرد را در خانه خود راه ندهند. در کرپچه و در بالشت و در خانه که مثال شوهری تو می نشیند یا همون خانه در داخل خانه تو باید در نبودن شوهری تو، پیغمبر خدا میگوید باید هیچ مرد داخل نشود. این یک علامت بدبختی است که وقتی ما و شما خانه یک برادر می رویم و نگاه میکنیم که فقط زنی وی است، شوهری او بیرون است، خواه در دوشنبه است، خواه در رسی است، خواه در شهر است، ما حق نداریم که اون خانه در مهمان شویم. مادامی نیست ما باید که از فتنه خودمان دور بگیریم. زیرا پیغمبر خدا را به این حدیث ها را چی میگوید؟ ما خلا رجل بامرأة الا کان الشیطان ثالثهما. من گفته از پیغمبر خدا به شما خبر میدهم که وقتی که یک مرد با یک زن در یک جا نشست حتمی سیوم اینها شیطان می شود. یعنی زن وقتی با یک زنی بیگانه تو در یک خانه تنها می نشینی حتمی شیطان در بین شما داخل می شود و شما عاقبت یک کاری به ترتیبی را انجام می دهید. باید که مرد خانه زنی به شوهر یا شوهرش در سفر بودگی حق ندارد که مهمان شود. در دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید من قعد علی فراش مغیبت حید الله له ثعبانا یوم القیامت. کدام مردی که از نبودن شوهر همسایه استفاده میبرد و شوهر او را دور میبیند و به خانه او داخل میشود به نیت تجاوز،
یا با نیت بده، قیض الله له ثعبانا یوم القیامه. پیغمبر خدا گفت این بدبخت روز قیامت گرفتار عذاب مار عافی میشه. مار عفی میگیم، همون مار عفی، همون مار خیلی کلانی که هست، انا همین گونه طایفه مردها در عذاب اینها روز قیامت چی میشوند؟ گرفتار میشوند، به نهایت خوب میشوند. حتی در قرآن سوره نور اگر شما نظر کنین آیت های 28 وای 27 وای برای ما و شما خبر میدهد که این وقتی که شما کدام خانه می روید اولا اجازت گیرید. بین امروز همون گاوهای بیشاخبان بسیار است بین ما و شما، دیگر نه دروازه در تق تق دارن نه صدا دارن، راست به همون خانه چکار میکنن؟ حرکت میکنن. انامین آیت های 27 و 28 سوره نور وقتی میگد یک زن پیش پیغمبر خدا آمد و گفت ای پیغمبر خدا، من در خانه خواب هستم و خانه مرا مردها کشاده میکنند، راست به خانه من داخل میشوند، این کار برای من بسیار نفرت آور است، علاجش چیست؟ همین زمان همین آیت فرامد. خداوند روان کرد آیت را که بر تمام مردها و زنها خبر دهند که خانه کدام مسلمانی که مهمان میشوند، خبرگیری میروند، چه حاجتی که دارند باید که چیکار کنند؟ رخصت گیرند، باید که خانه‌دار را فریاد کنند. اگر خانه‌دار فریاد زد و گفت مرحمت، داخل شود میگوید. من تفسیر همون سوره را برای شما گفته ایستادم. و الا اگر گوید که پس گرد، خدا میگوید که اگر مبادای از خانه گفتن که پس گرد، پس گرد میگوید. شما حق ندارین که خانه هر آدم به اجازت داخل شوین. خانه هایی که امروز زنگوله دارن، زنگ دارن، همون خودش رخصت است. و یا وقتی که زیر میکنین خانه‌دار درکدار کی شد، همین خودش رخصت است. در تفسیرها میگوید که وقتی شما خانه دا که داخل شدین، السلام علیکم گفته داخل شوین تا که صدای تر همون خانه‌دار شنود. یا فلانی گفته یا صاحب خانه گفته فریاد زنین، یکی یک بار خانه مسلمان دا داخل نشوین. حتی در بعض حدیث ها آمده است که اگر کسی در خانه شما به اجازت داخل می شود، یک بار چشم تو به او می چسبد، حق داری که چشم وای بکفانی. در اسلام گفته است چرا جزای نیست. وقتم تمام شد. السلام علیکم داملای محترم. بعد سلام و ستایش به اندازه خداوند مهربان به شما و به تمام نمازگزاران عالم اسلام، تن صحت و خاطر جمع، ایمان کامل و عمل صالح خواهانم و از درگاه وسیع یزدان پاک مغفرت گناه شما و جمیع مسلمین را طلبگارم. ثانیاً از شما داملای عزیز خواهش دارم که در همین جمعه برای پدر و مادر رنجور من، مخصوصاً برای پدرم که در حالت وزنین بیماری فلج قرار دارد و زبانش از گفتار باز مانده است، دست دعا برداشته از درگاه الهی شفای آن و مغفرت گناهش را طلب نمایید. برای دعای خیر به شما قبلا سپاس گذارم. با احترام صمیمی. برادر عزیز این طلب کردن که در حق پدر و مادرش دعا کنیم و پدرشان یعنی بیماری فلج گرفتار بوده است. خدای مهربان درد دهنده هم خودت هستی، شفا دهنده هم خودت هستی. خدای مهربان این پدری که به این بیماری مبتلا شده است، به حرمت این روز جمعه، به حرمت تمام این مسلمین، خدای مهربان شفای کامل و شفای عاجل نصیبش بگردان و تمام گناهاش خدای مهربان مغفرت بگردان. و بچه بابای حاجی زین‌الدین هم که پدرشان از این محله هست، گذشتگی هستند، از ما طلب دعا کردند. خداوند روحش شاد، قبرش را خدای مهربان پر نور بگرداند و فرزنداش خدا عمر دراز و تن صحت نصیب بگرداند. و جمیع بیماری هایی که از ما و شما هستند، خدای مهربان به حرمت این روز جمعه، چه در این جمعیت ما باشند، چه در بیمارخانه ها، چه در خانه ها باشند، خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیبشان بگردانی. آمین یا رب العالمین. انشاءالله سوال های باقی را
یعنی باز هست در خانه و باز نزد من کمی باقی ماندن. انشاءالله این سوال ها باور کنیم بسیار مفید است برای ما و شما، بسیار لازم است. وقتی جواب اینها را شما میشنوین، جواب اینها را میگیرین، باید که از پی عمل شوین، باید که کار کنین که عملی شود. اینها چیزهایی که من برای شما میگویم، چیزهایی که من برای شما میخوانم، قسم به خدا اولا از روی مهربانی و شفقت است، از روی دلسوزی است، و دیگرش همش آیت قرآن است، همش احادیث های پیغمبر است. هیچ کدام این ساخته من نیست، هیچ کدام این فکری من هم نیست. من نه ساخته دارم باور کن، نه قدرت حتی به همین قیاس و به عقل دارم. آن چیزی که برای شما میگویم این خبر از خدای شماست، از پیغمبر شماست. اگر شما خواهید که یعنی عاقبت شما با خیر باشد، اگر شما خواهید که همین عزتی که از اسلام دارین نزد پیغمبر شما باقی ماند، در قیامت باقی ماند، این گفته ها در شما عمل کنید. ان شاء الله شما هم در دنیا هم در آخرت سرفراز میشوید و خیر احسان هایی که الحال نزد ما هست و خیر احسان هایی که برادرها در صندوق خیریه میکنن، هر هفته کرده ایستادن که همه اونها باز در همین آبادی مسجد ما و شما صرف میشوند. خدای مهربان این خیر احسان ها را به درگاهت مقبول بگردان و دولت این برادرها را خدای مهربان باز هم زیادر بگردان و توفیقشان را رفیق بگردان و از جمیع تهمت ها و آفت ها خدایا در حفظ امانت نگه بدار. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.